مامان بیای بازی کنیم؟ نه مامان، دارم بچه رو شیر میدم. بیای کارتون ببینیم؟ دارم بچه رو میخوابونم مامان جان. بیای بریم پارک؟ نه مامان جان، ببین بچه دلش درد میکنه، نمیتونیم بریم. توی این موقعیت ها اون چیزی که میاد توی ذهن فرزند ارشدتون اینه که کاش که آبجی داداشدار نشده بودم. این آبجی داداش من مامان منو از من گرفته. پس چیکار کنم وقتی دارم بچه رو شیر میدم برم باهاش بازی کنم، یا وقتی دارم بچه رو میخوابونم ببرمش پارک؟ معلومه که نه. ولی دلیل نگفتنتون رو به فرزند جدید خانواده ربط ندید. نگید چون دارم داداش رو میخوابونم، بگید مامان 5 دقیقه دیگه میام باهات بازی میکنم. نگید چون دارم به داداش شیر میدم، مامان عقرب بزرگه که رفت روی 12 با همدیگه میریم پارک. نگید چون داداش مریضه، بگید مامان امروز حال بیرون رفتن ندارم، دلم میخواد تو خونه با هم بازی کنیم. یادتون باشه همین رفتارای ساده پله به پله رابطه بین بچه های ما رو رقم میزنه. کپشن خیلی مهمه، یه خبر ویژه توش برات نوشتم، پس حتما بخون.